دخترکای جون به همین چختیم و به همین دست پنجه اولیدم میخوام شما رو به کار دعوت کنم به کمند خودم. میخوام هر 21 روز پس اویلکتون بتم. میخوام در جای شتگیتون اویلک بگیریم. انا همین رقمایی که در بالای اکران میبینین رقمای واتساپ خدمت است. من شما رو به کمند خودم دعوت میکنم. رجیستراسیون میکنم. رجیستراسیون چگونه است؟ وقتی که شما مادام مینویسید نام فبلی خودتون خود شما رو من رجیستراسیون میکنم. وعده میتونم کوچه به کوچه نمیگردین در یک روز 3 دقیقه خودتون قطعا صرف میکنین. ای تمام. و هر 21 روز پس باشد اویلک میگیرید. جایزه است شما برای ما فرقیت ندارد. سن سال شما برای من فرقیت ندارد. سرفرزند هستین نیستین، سرکار هستین نیستین، اینش هم برای من فرقیت ندارد. بین معلومات بیشتر و خوبتر برای شما در واتساپ میتونم. این رقمم سرچم نیستین مردکون ننویسین. نویسته برابر 4 نیتون میکنم. این نمراتون رو در استوریز میمونم زناتون میبینن. فقط دخترکو بنویسین. مرحمت. انا اکنون بود نبود یک شادختر موفق بود که هر جو که دستش میزد از اوج موفقیت به دست می آورد. هر کاری که میکرد ایو کار به سری بلند میبرد. نامش در تمام جای روی دنیا شادختر بود اما مرد گفته صداش میکردن. شادختر در زندگی یک چیز شکست و مردی که در زندگیش بود پری بد مهر داد، پری بد دوست داشت، پری بد عشق داد. تمامی هستی و نیستیش در پای او گذاشت. تمامی روی دنیا در شناخته کرده چیزی که من ای را دوست میدارم و این مرا دوست میدارم. امروزا شادختی بیچاره در وزمینیای حیات افتید دیگر کسی شادخترش نمیگه. گپ سری نه شادختر میرفت نبود و نه افسانه. گپ سری انا همون دخترای موفق میرفت که در زندگی در حقیقتا موفق بودن، پلیاو بودن، زندگی دار بودن که در زندگیشون یک نامرد اومد که او را شکست. او و دیگر را شکست.